بسم الله الرحمن الرحیم. چه سعادتی است که بهانه‌ای پیش آمده است، بهانه خوب که اون هنر و زیبایی است که در این باغ دلگشا دور هم جمع بشیم، از زیبایی صحبت کنیم، از عشق صحبت کنیم، از حافظ و سعدی و مولانا صحبت کنیم، از نقاشی صحبت کنیم، از خوشنویسی صحبت کنیم، از چشم و ابروی یار صحبت کنیم که به قول حافظ خط جمال یار که بگرفت ماه از او. جمال یار انقدر زیباست که اگر ماه چشمش بیفته در خسوف و محاق فرو میره. خط جمال یارم این دایره صورت رو بهش میگن خط و مقصود دایره زیباییه. رخش خطی کشیدن در نکویی که از ما نیست بیرون خوب رویی. خط جمال یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقه است لیک به در نیست راه از او. جای دیگری نمیتونه انسان بره برای به دست آوردن زیبایی. محراب دوست، ابروی دوست گوشه محراب دولت است. هر دولتی و سعادتی که انسان بخواد بهش برسه باید یک گوشه ابروی اون اشاره بکنه. ابروی دوست گوشه محراب دولت است، آنجا بسای چهره و حاجت بخواه از او. اگر بخوایم به هنر برسیم، به سعادت برسیم، به شادی برسیم، به هر برکتی و نعمتی بخوایم برسیم، اونجا بایستی که از اون چشم ابرو تمنا بکنیم و از اونجا مدد بگیریم. ای جرعه نوشه مجلس جمع، سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. جرعه نوشه مجلس جمع همه ما، اینجا هم بزم جمع و شراب زیبایی رو به قول سعدی من از شراب این سخن مست. شراب زیبایی رم خداوند بین همه گردونده، عدل کأسن و نابل ها. این درختان و این آسمان و این هوای خوش و این خورشید و داره میگردونه. خانم امیل دیکنسون گفت که من مستم از هوای خوش، من مستم از آسمان که شراب زرد خورشید رو در اون ریختن در این جام آسمان و عشق بازی میکنم با لاله و شبنم. بنابراین ما الان در مجلس جمع هستیم، جرعه نوش مجلس جمع در این عالم. سینتون رو پاک نگه دارین، برای اینکه یک جام جهان بینی هست که آه از اون. یک خط رو اونجا نمیتونیم پنهان بکنیم. هرچی در دلتون هست باید زیبا و دوست داشتنی باشه، برای اینکه جام جهان بین داره نشون میده. الان داره نشون میده جام جهان بینه حق. خیلی آدم باید مراقب باشه. وقتی دیدید مردم متوجه میشن که دارن فیلم میگیرن، دارن عکس میگیرن، چقدر مراعات میکنن که ظاهرشون، حرکتشون، چهرهشون، لبخندشون همه به جا باشه. و وقتی دارن ضبط میکنن کلمه نامناسبی به زبان نیارن، اینجا همه اسرار رو درون و بیرون ضمیر شما رو هم دارن ضبط میکنن. بنابراین ای جرعه نوش مجلس جمع، سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. ضمناً یه نکته دیگه هم توش هست.
که اگر این جام جهان بین آخه تو سینه ما هم هست، سینه ماست که جام جهان بینه. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد. این در سینه ماست، اینو پاک نگه داریم، برای اینکه آه از این آینه یه ذره بخوای آه بکشی فوراً تیره میشی. کمترین شکوهی نکن، کمترین آهی نکش، برای اینکه آه سینه آینش تیره شد. ای جرعه نوش مسند جم، سینه پاک دار، کائینه ایست جام جهان بین که آه از اون. آه از این آینه که به ما دادن و چقدر باید مراقبت بکنیم که این پاک و صاف باشه و اون چیزی که باید در ضمیرمون ببینیم. بیشتر فریب ها که آدم میخورن برای اینکه آینه دل کدر شده، شخصی میاد یه ادعاهایی میکنه، آدم قبول میکنه. اگه آینه صاف باشه که شما فوراً میفهمید این آینه ضمیر ما آینه الهیه. اگر ما صاف باشیم، طمعی درش نباشه، غروری نباشه، اندیشه های باطلی نباشه، به محض اینکه اومد شخص شروع کرد داستانی تعریف کردن و فریب دادن، فوراً آدم نگاه میکنه تو سینه‌اش، میگه که آقا این چیه؟ اون شیخ معروف سررزی که افرادی که می آمدن پیشش بدون اینکه اونها صحبت بکنن، میگفت به اون آقا یک غذای عرض شود که مناسبی براش تهیه بکنید، به اون شخص مثلا 1000 دینار بدین، به اون یکی یک جبه بدین، به اون یکی یک خلعتی بدید. اینا میگفتن تو از کجا میفهمی که ما اینا رو باید بگیریم؟ به یکی میگفت برای این یک خورشت لذیذی تهیه بکنید. گفتن از کجا میفهمی؟ گفت من وقتی که شما نشست، در دل من هیچ چیزی به خصوصی نیست، پاک نگاه میکنم تو دلم، اینم عکس یک ظرف غذا اونجا میبینم، عکس درهم و دینار میبینم، میفهمم که این خواسته. وقتی در پیش من قرار میگیره، ضمیر من خبر میده. حالا این در نقطه اکستریم، در نقطه اوجه، ولی همه آدم ها تا حدودی به این عالم میتونن راه پیدا کنن و ما اگر آینمون رو پاک نگه داریم، آینه ایست جام جهان بین که آه از اون. کردار اهل صومعه هم کرد می پرست. اینجا چنان بازی کرده حافظ با الفاظ. میگه اولا ما این اهل صومعه معمولا به دیرهای مسیحی میگفتن، کانونت یا مونستری میگفتن به زبان انگلیسی. البته این صومعه ها جای راهبان بود که گاهی هم دیر میگفتن، ولی به تدریج خانقاه ها هم و همه مراکز عبادت و خلوت و ذکر و خلوت های معنوی رو اونا رو میگفتن صومعه. وقت چون معمولا آدم های دکاندار می اومدن توی صومعه ها، افرادی رو جمع میکردند و دور خودشون که ما پیر طریقتیم و مرشدیم و اینها رو حافظ به عنوان سیاهکار، مرو به صومعه کانجا سیاهکارانن، بیا به میکده و چهره ارغوانی کن، مرو به صومعه کانجا سیاهکارانن. کردار اهل صومعه هم که سیاهکارانن کرد میپرست. حالا به دو معنی، یکی این که چه سعادتی، ما رفتیم سراغ میکده عشق، دیدیم که عجب اینا که از راه دور افتادن و اینها ما رو سوق دادن به طرف راه عشق. ما دیدیم زشتی اون سیاهی رو دیدیم، اینی که آمدیم به طرف اون روشنایی، به طرف راه عشق و به هم جهت اونا رو هم دعا میکنیم در دلمون، برای اینکه ما به سبب کردار اینها به این راه رسیدیم. میگن یه واعظی رو منبر که میرفت، داعیان راه را هرچود که قاطعان راه را داعی شدی، دست بر می داشت یا رب رحم ران
بر بدان و طاغیان و مفسدان. دعا میکرد که خدایا هرچی آدم بد و مفسد و دنیا پرست و حریص و طماع است اینا رو خدای رحمت به اینا بفرست. گفتن که این معهود نیست و دعوت اهل ضلالت سود نیست، جود نیست. تو برای چی اینا رو دام؟ گفت نیکویی از اینها دیدم. گفت من هر چی خوبی رسیدم بهش به سبب ایناست. هر دفعه که آمدم به طرف دنیا برم یه لگدی یکی از اینا به من زد. هر وقت اومدم که جذب بشم به طرف این مطامعی که اونها دارن، یکیشون یک کاری کرد که من رو راند به طرف برو میفروش. کردار اهل صومعه کرد میفروش. این دود بین که نامه من شد سیاه از اون. این دود سیاهکاری اونها نامه من حالا سیاه شدن. اینجا دو تا معنی داره، یکی من نوشته شدن، نامه من نوشته شد، نامه اعمال من رو دود آه اونها و دود سیاهکاری اونها نوشت. ولی ضمناً این نکته هم درش هست که چه بسیار انسانها که کار بد میکنن و انسانها رو به کارهای سیاه دعوت میکنن و ما گاهی با کارهای خودمون انسانها رو به سیاهی و به تباهی دعوت میکنیم. به هر دو معنی هست. ولی اینجا مقصود حافظ همون میفروشی است که میفروش میکده عشق هست و میپرست. کردار اهل صومعه کرد میپرست. این دود بین که نامه من شد سیاه از اون. شیطان غم هر آنچه تواند بگو بکن. من برده‌ام به باده فروشان پناه از اون. غم از جنس شیطانه، یا بگیم شیطان از جنس غمه. بنابراین هر وقت غم و غصه‌ای هست یه جا بگردین دنبال شیطان. هر وقت یه غصه‌ای دارین ببینید شیطان کجاست، اینجا کجا مداخله کرده. شیطان هم از جنس جهل هست، از جنس خشم هست، از جنس غرور هست. یکی از اینا رو بگردین پیدا کنید. شیطان غم، حافظ میگه من پناه بردم به میفروش. چرا به میفروش؟ برای اینکه شیطان وقتی حمله میکنه نفس انسان رو دعوت میکنه. میگه مگه نمیخوای این چیزو من بهت میدم؟ میخوای هلن قهرمانت رو یار میخوای؟ فلان عرض شود که گریس کلی رو میخوای؟ من برات فراهم میکنم. باغ و بوستان و سبزه و اینها میخوای؟ برات فراهم میکنم. ولی اگر که تو مست شدی و از خویشتن فارغ شدی، به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. اگه خراب شدی دیگه پناه بردی به می فروش. پناه میتونیم ببریم از آفات عالم. فتنه میبارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. ساقی چراغ می به ره آفتاب گیر، گو برفروز مشعله صبحگاه از اون شراب. این شراب نیست دیگه. این شرابی که میگن یک تصور میکنن که مختصر روشنایی حاصل میکنه، اون چراغ نیست که چراغ آفتاب رو با اون شراب روشن میکنن. گفت این شراب رو بگیر جلوی خورشید، شراب عشق رو، اون خورشید روشن میشه. گو برفروز مشعله صبحگاه از اون. حافظ که ساز مجلس عشاق کرد راست. حالا چند تا اصطلاح رو حافظ جمع کرده: ساز و عشاق و راست. راست هم یه گوشه راست زند قمری بر شاخ چنار. حافظ که ساز مجلس عشاق کرد راست، خالی مباد عرصی این بزمگاه از اون. حقیقت هم خالی نیست. بزمگاه عالم هر کجا رندانی صاحب دلانی بنشینن دور هم، بالاخره شعر حافظ هم اونجا حضور پیدا میکنه. به فعال حافظی میگیرن و از شراب حافظ یه پیاله‌ای میگردونن. امشب میخوایم از شراب زیبایی صحبت کنیم. منتها قبلا عرض کنم که ما حالا چون بعضی از عزیزان خلبان و پروازگران اینجا هستن و